گاهی خدا با دست تو دست دیگر بندگانش رو میگیرد. با زبان تو گره کار بنده ای را باز می کند. با انفاق تو گرسنه ای را سیر و عریانی را می پوشاند. با قدم تو مشکلی را حل می کند. وقتی دستی را به یاری می گیری، بدان که در آن زمان دست دیگر تو در دست خداست. پس دستانت را ببوس.